با سلام خدمت دوستان عزیز. تست سانورتر 3.2 کیلووات مدل ایوو 3200. دستگاه رو ملاحظه میکنید و این هم لیبل مشخصات. ورودی قسمت باتری دستگاه 24 ولت، دوتا باتری سری که اینجا ما تغذیه روی 25.7 هم گذاشتیم. میریم که دستگاه رو استارت کنیم. خروجی دستگاه استیبل میشه روی 230 ولت. اینجا ملاحظه میکنید که باتری داره برق رو تامین میکنه. جریان کشی دستگاه 1.7. یه لامپ رو اینجا جهت تست زدیم. جریان کشی 2.11. حالا من لامپ رو قطع میکنم. صدای فن هم قطع شده. در حالت عادی 1.14 داره جریان میکشه. نکته ای که توی این تست ها ما میخوایم شما بهش دقت کنید، جریان کشی حالت بیباری دستگاهه که به شما تلفات اون رو اعلام میکنه. خروجی رو هم با ولت متر بگیریم. موفق و مؤید باشید.